درود بر بینندگان. تو این برنامه میخوایم این سایت gehaltvergleich.com رو بررسی کنیم که خب اینجا میشه درآمدهای هر شغلی رو تو استانهای مختلف آلمان با هم مقایسه کرد. خب من اگر الان اینجا بیام و اینجا تو این مستطیل جستجو مثلا اگه من باوآربایت بنویسم، باوآربایت، میبینیم اینجا خودش اومد باوآربایت به معنی کارگر ساختمون یا بناه، که خب اگر رو این کلیک کنم میتونیم ببینیم که تو استانهای مختلف اینجا درآمدهای ماهیانه بناها چقدره. خب اینجا این بالا خب اول دویچلند نوشته که خب ما با این فعلا کاری نداریم و با این استانها کار داریم که به ترتیب حروف الف با بادن وورتنبرگ اینا شروع شدن و باین، برلین، براندنبورگ همینجور اومده تا به تورینگن رسیده. خب اول ببینیم که این کوآینس یا داس ارست کوارتیل که آلمانی‌ها حالا کوارتیل میگم، ولی خب بهتر اینجا من برای راحتی کوارتیل بگم. و ببینیم اینجا هم داس دریت کوارتیل و اینجا هم میتل وت رو داریم که ببینیم اینا چند. برای همین برمیگردیم به صفحه اول. اینجا خب اینجا من اگه بیایم پایین میبینیم که خب اینجا 11 نفر رو داریم که اینا حقوقهای مختلفی رو میگیرن که خب برای راحتی کار من همه رو یه رقمی نوشتم. برای اینکه ما این سه تا مقدار اینجا رو به دست بیاریم باید خب اول این عددها رو از کوچیک به بزرگ کنار هم بنویسیم، این حقوقها رو که اینجا داریم که خب همون جور که میشه دید این ستای اول یک هستن، اینجا یک، اینجا هم یک، که خب اینجا دیگه مهم نیست که چند بار یه عدد تکرار شده باشه، هر تعداد که یه عدد تکرار بشه باید به هر حال همه از کوچیک به بزرگ کنار هم نوشته بشن. خب بعد اینجا یه دونه 2 داریم، 2 تا 3، یه 7، یه 8، 3 تا هم 9 داریم. 3 تا 9 ما این یکی، 2 تا این هم 3 تا. خب اول راحت اینه که ما همیشه اول میتل وت رو حساب بکنیم. اینجا 1، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا عدد اینجا داریم، 1، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا عدد هم اینجا داریم. پس این وسطی میشه میتل وت ما. خب اینجا من باید بگم که این ربطی به میانگین نداره. برای حساب میانگین خب ما همه عددها رو با هم جمع میکنیم و تقسیم بر تعدادشون میکنیم که اون یه مبحث دیگه است. این مبحث کوارتیل ها اینها رو اونایی کشف کردن که صفحه های حقوقی رو مثل همین صفحه که الان بودیم اینا رو پیدا کردن. خب و به هر حال این سیستمی رو که اونا ساختن و نمن و به هر حال این میتل وتی رو که اونا پیدا میکنن به این شکل پیدا میشه. و خب حالا پس این شد میتل وت ما. حالا ببینیم کوآینس و کودرای رو چجوری میشه حساب کرد. خب این طرف ما 5 تا عدد داریم، خب 2 تا اینجا، 2 تا هم اینجا، پس اینجا هم این وسطی میشه کوآینس ما. و ببینیم من الان اینو مشخص میکنم، میشه کوآینس ما. این طرف هم ما 5 تا عدد داریم، 2 تا اینجا، 2 تا هم اینجا، این وسطی میشه کودرای ما در واقع این. خب و طبق این نموداری که اینجا هست فاصله همه اینها به هم ربعی یا 25%، یعنی از اول که ما شروع کنیم تا به این کوآینس برسیم اینجا 25%. از کوآینس تا میتل وت که خب این میتونه کوتسوای هم باشه، خب این به هر حال این هم 25، این فاصله هم 25 و این فاصله هم 25. خب این یعنی از ابتدا تا این میتل وت اینجا میشه 50% یا نیم
از 2 تا ربع تشکیل شده و اینجا هم از ابتدا تا اینجا که از 3 تا ربع تشکیل شده میشه 75% یا 3 ربع. و در کل با کوآینس میتونیم وسط مینیموم رو داشته باشیم و با کودرای میتونیم وسط ماکسیموم رو داشته باشیم و با میتلورت وسط کل اعدادی رو که داریم. و حالا دیگه اون چیزی که اینجا باز مهمه اینه که حالا تعداد عددهایی رو که ما اینجا تو این مثال داریم 11 تا هستش، یعنی یه عدد تعداد عددهای فرد هستن و خب تو این شرایط راحت میشه عدد وسطی رو تو هر 3 مورد به دست آورد. حالا اگه به جای 11 تا عدد ما اینجا 10 تا عدد داشتیم که خب مثلا من این 9 اینجا رو خط میذارم، در اون صورت تعداد عددهایی که رو خب که داریم 10 تا زوج هستش و اینجا برای حساب کردن میتلورت خب اینجا هم اول میتلورت رو حساب میکنیم. ببین اینجا 1 2 تا 3 تا 4 تا عدد اینجا داریم، 1 2 تا 3 تا 4 تا عدد. این 2 تا همیشه تو زمان که ما تعداد عددها زوج هستن 2 تا عدد وسط میافته که خب اینجا برای اینکه میتلورت حساب بشه 3 به اضافه 3 میشه 6 تقسیم بر 2 تعدادشون، این 2 تا میشه 3. خب اینجا میتلورت ما 3 هستش. حالا اگه ما مثلا به جای این 3 اینجا مثلا باز یه 7 داشتیم میشد 3 به اضافه 7 میشه 10 تقسیم بر 2 میشه 5 که خب حالا خیلی سوال میکنن خب 5 که اینجا نیست. به هر حال اینو بازم من میگم من اینو اختراع نکردم، اونایی که این سیستم رو اختراع کردن اینو تعیین کردن که باید حتما اینجوری باشه. خب ولی خب حالا ما اینجا میتلورتمون 3 هستش. خب حالا برای اینکه این یک و کودرای رو حساب بکنیم باید 100% رو و این باید اول فاصله بین هر کدوم از اینا رو به دست بیاریم. یعنی اینکه خب من اگر بیام اینجا برای این کار باید بگیم که 100 تقسیم بر تعداد این عددهایی که اینجاست 10 مساویه با 10، یعنی فاصله هر کدوم از اینها در واقع 10% با هم فاصله دارن یا 0.1%. حالا اگر ما 20 تا عدد اینجا داشتیم، اگر 20 تا عدد اینجا بود خب میشد 100 تقسیم بر 20، در اون صورت میشد 5% هر کدوم با اون یکی فاصله پیدا میکرد، یعنی 0.05 500%. خب ولی خب حالا اینجا فاصله همه اینها با هم 10%ه و طبق این جد منحنی که اینجاش میبینیم اینا باید ببینید اینجا ما داشتیم این نه این خب یعنی فاصله باید 25% باشه، پس اینجا میشه 10% تا اینجا میشه 20% و این یکی میشه 30%. ببین به این که رسیدیم میشه 30%، یعنی تا این 20 نمیتونه کویه که ما باشه، ولی این 30 که شد چون 30 بزرگتر از 25 خب به هر حال این یک میشه اینجا کوآینس ما. و خب حالا میریم که پیدا کنیم این کودرای رو. خب 3 تا 25 میشه 75. خب اینجا 30 40 50 60 70 و اینجا میشه 80. ببینید تا این 70 نمیتونه کوسه ما باشه، کودرای ما، ولی این 8 میشه کودرای یا کوسه یا کیوسه، حالا هر چیز. پس این میشه. خب و
حالا ما اگه برگردیم به همون صفحه اولی که بودیم، البته صفحه دوم یعنی صفحه اینترنتیمون، یعنی اینجا، خب اینجا کارگرای ساختمونن. حالا من اگه بیام با این رو این میبینیم که اینجا هم تو این مربعی که باز شد نوشته 25% حقوقا زیر این مقدارن که خب میتونن هم مساوی با اینها باشن، یعنی اینجا که ما داریم 929 میتونه اون 25% رو که پایین تره یا میتونن همه اونها هم 929 باشن یا مثلا توشون 900 هم باشه یا حالا هر چیز. و همچنین در مورد این کودرای میبینیم که نوشته 25% حقوقا بالای این مقدارن، یعنی اینجایی که ما داریم 2783 میتونن اون 25% دیگه هم همه 2783 یورو باشن یا مثلا 3000 یا 3500 یا حالا هر چیز. که خب در کل میبینیم که حقوق کارگرهای ساختمون تو آلمان چجوریه و مستضعفترین قشر کارگرهای ساختمون اینجا مکلنبورگ فورپومانن که اینها خیلی کم حقوق میگیرن. ممکنه شاید خیال بشه اینجا استان فقیریه، ولی اگر ما بیایم اینجایی که معلم های زبان هستن، شپراخلهرر، میتونیم ببینیم که تو همین استان مکلنبورگ معلم های زبانی هستن که با 9660 یورو در ماه دارن کار میکنن که تازه خب 25% که خب ما نداریم ممکنه مثلا 10,000 یا 11,000 اینا هم باشه، 12,000. و حتی میبینیم که در یک ایالتی مثل نورتهایم وستفالن معلم های زبانی هستن که دارن با 15,762 یورو در ماه کار میکنن که خب این یعنی این که خب در آلمان هم برای کارگر، مخصوصا کارگر ساختمون، ارزشی قائل نیستن، چون اینجا میبینیم چه حقوقای بالایی به اینها داده میشه. و حتی میتونیم ببینیم اگه شما بعداً برین خودتون حقوقهای پروفسورها رو هم نگاه کنیم، میبینیم که در استانی مثل هسن خب دیگه بیشتر از 11,000 این کودرای 11,000 برای پروفسورها در استان هسن، ولی میبینیم که در نورتهایم وستفالن این همه حقوق ماهیانه یک معلم زبانه. که خب این برنامه هم اینجا تموم میشه و خدا حافظ تا برنامه بعدی.